طالع‌نامه برای امروز سنه 11 نوامبر سال 2020. حمل مشکلی های مولوی در این روز سرزده با سبب دوستان و اغواگری دیگران سر میزند. آرزو و آمال های خام را از سر دور سازید. در این روز از استعمال کردن خوراک های تند خودداری نمایید. در این روز گرفتاری روح افتادگی و عصبانیت شدنتان احتمال دارد. صبر در این روز در جدای کسب و کار و مسئله های مولوی به غلط راه داده می توانید. با فکر و اندیشه های مغشوش داده نشوید. مناسبت های عاشقانه تان چندان خوب جریان نمی گیرند. نسبت سلامتی با دقت باشید. هنگام انتخاب محصولات خوراک با دقت باشید. احتمال بد شدن سلامتی وجود دارد. جوزا روزی دشوار است. برای مردان شناسایی دیر دوام نمی کند. به خاطر رنگین و گوارا ساختن زندگی یک رنگتان شخص دوست داشته‌تان نه وقت را دریغ می دارد و نه مبلغ را. با وجود سر زدنی کمی نافهمی ها کوشش های او را به اینوبت گیرید. کوشش کنید که راه های نفس در این روز شمال نکشند. سرطان وضع مولویتان رو به بهبودی می آورد. مسئولیت نوکی و حساب و کتاب دقیق باعث پیشروی های کسبی و باعث افزودن آبرو و مقامتان در بین همکاران می گردد. بعد نصف روزی واخری عاشقانه باعث مناسبت های مستحکمتان می گردد. خستگی وقت های آخر به سلامتیتان بی اثر نمی ماند. اسد در مسائل های پولکارکنی از راه های سنجیده شده استفاده برید. وگرنه با کیسه خالی میمونید. احتمال روح افتادگی و عصبانیت در نظر است. نیمه دوم روز برای خواب وقتتان را دریغ ندارید. در راه عشق بانوان باید به صدای دل گوش دهند. در این روز خوردن محصولات های نانی را توصیه نمی دهیم. سنبوله در این روز مغازه و بازارگردی بر ضرر همیانتان می گردد. نفری از نزدیکان از شما کمک مولوی می پرسد. از درد سر اذیت کشیده نفرانی که بیماری های مزمن دارند ناتاب می گردند. به گفتار و رفتار خود دقت دهید وگرنه شخص دوست داشته‌تان را سخت می رنجانید. میزان مناسبت های عاشقانه شما با یک عائله خوشبخت مبادل گشته می تواند. فراموش نکنید که سنگ وزنین را آب نمی برد. برای سزاواری زندگی شایسته گشتن شما باید طرز حیاتی سالم را پیش برید. وضع مولویتان رو به بهبودی می آورد. احتمال خروج نمودن بیماری های کهنه در نظر است. عقرب در این روز خطر رخ دادن مناقشه با همکاران زیاد است. واخیر و سفرها را به نقشه نگیرید. عوض کردن جای کار یا پیدا نمودن منبع نوی درآمد را نیز توصیه نمی دهیم. احتمال فریب خوردنتان زیاد است. دوست داشته‌تان به خاطر جلب دقت شما کوشش زیاد به خرج می دهد. قوس وضع مولویتان در این روز رو به بهبودی می آورد. مبلغ خوب به دست می آورید. اگر آن را به کار سردرآمد مبلغ گذاری نمایید برد می کنید. نیمه اول روز به داخلی راه ندهید و نیمه دوم روز از سراسیمگی خودداری نمایید. طبوبتی در این روز سرکرده نتیجه دلخواه نمی دهد. جدی محبت و همدیگر فهمی که در خاندانتان است به وضع مولوی شما تأثیر مثبت می رساند. دستگیری شخصی که دوستش می دارید در حل مسئله های مهم شما را موفق می گرداند. یک و یک باره کوشش همه کار را به سامان رسانیدن را نکنید. در این روز گرسنه گشتن را مصلحت نمی دهیم. دلف در این روز به احساسات داده نشوید وگرنه در کار و حساب پول به غلط راه داده می توانید. به هیچ وجه به فکر و اندیشه های مغشوش داده نشوید. طبع خود را بالیده نگاه دارید. در کوچه یا نقلیات با نفر شناس می شوید که دنیای شما را کاملا تغییر داده با تمام هستی عاشق می کردید. حوت کارهایتان در این روز خوب جریان گرفته نقشه ها عملی می کردند. وقتی رسیده است که نفران مجرد از پی بنیاد نمودن عائله گردند. برای خریدن خانه اجاره گرفتن و از نفر پول قرض کردن روزی با برار است. ولی مبلغ زیاد را برای خرید بی‌معنی صرف کردن را مصلحت نمی دهیم.